سلام، وقتتون بخیر. با ادامه مجموعه دوره جامعه پایتون در خدمتتون. خب ما جلسه قبل اومدیم راجع به عملگرهای شرطی و حالا بولیان هم صحبت کردیم. این جلسه میخوایم بیایم درباره لیست ها صحبت بکنیم، ببینیم اصلا لیست ها چی هستن، کاربردشون چیه و حالا بیایم توی کد هم ازشون استفاده بکنیم. یه سر اول میزنیم به همین سایت WT School که ببینیم مثلا لیست در واقع برای چه مواردی داره استفاده میشه. همونجور که میبینید داره میگه که در واقع لیست یک استوری هست، یک مجموعه ای هست از آیتم های متفاوت در داخل یک در واقع سینگل وریبل. نیازی نیستش مثلا ما حالا اینجا یه مثالی که داریم، یه دونه لیست هست به اسم مای لیست که 3 تا در واقع وریبل اپل، بنانا و چری رو داخل خودش ریخته. حالا میتونیم ما فلوت یا مثلا حتی اینتیجر هم داخلش بریزیم. من اولین کاری که میکنم میام یه پرینت میگیرم و حالا میام اول تایپش رو ببینیم که تایپ مای لیست چیه. خب ببینید داره به ما میگه از کلاس لیست. حالا ما جلوتر خودمون میریم کلاس هم مینویسیم، ولی داره میگه که این مای لیست ما از کلاس لیست هستش. من میتونم بیام همین رو در واقع پرینتش هم بکنم. میام بنویسم مای لیست همونجوری که قبلا توی بقیه داده ها داشتیم، میاد برامون این رو چاپ میکنه. خب من میتونم متغیرهای دیگه ای هم توی این داشته باشم. مثلا بیام اینو بذارمش مای لیست 1، بذارمش لیست 1، یه دونه هم لیست 2 درست بکنم. لیست 2 مساوی. خب یه چیزی که خیلی مهمه اینه که حتما لیستتون باید با براکت شروع بشه و حالا اون در واقع اون مقادیری که میخواید بذاری، حالا هر تعدادی که هستش، باید با کاما از هم دیگه جدا بشه. من میخوام الان اینجا یه 2 بذارم، یه 3 ممیز مثلا 6 بذارم، بیام یه مثلا سلام دنیا بذارم. همین خوب. خب میام من الان لیست 2 رو چاپش میکنم. الان تمام اون مقادیری که داخل در واقع لیست 2 من بودش اومد برای من چاپ کردش. حالا بیایم ببینیم چجوری میتونیم به هر کدوم از اینها دسترسی داشته باشیم، یا هر کدوم از اینها رو چجوری میتونیم تغییر بدیم، یا چجوری میتونیم به یه لیست اضافه بکنیم یا حتی ازش کم بکنیم. خب اولین کاری که میکنیم، ما میخوایم بیایم به یکی از پارامترهای لیستمون دسترسی پیدا بکنیم. من میام مینویسم مثلا پرینت بکن مثلا لیست 1 رو، برای اینکه به یکی از پارامترهای اون حالا لیست 1 اون دسترسی داشته باشیم و ایندکسش رو بذاریم. خب چیزی که خیلی مهمه، ایندکس گذاری توی لیست از 0 شروع میشه. یعنی من پارامتر اولم ایندکسش 0، بعد میشه 1، 2، همینجوری میره تا آخر. خب من اگه 1 رو بذارم، من این قبلی رو کامنتش بکنم، داره به من بنانا رو در واقع برمیگردونه. من بیام یه چند تا چیز دیگه هم بذارم، مثلا دیگه نه نسی. خب مثلا تعداد ورودی های لیستمون رو بیشتر بکنیم که بتونیم روش بیشتر کار بکنیم. خب من 1 گذاشتم، میتونم از انتها هم بیام سراغش. در واقع من بیام اگه منفی 1 بذارم، میاد از آخر برای من شروع میکنه. فقط اینجا یه تفاوتی هستش. از انتها اگه بخواد شروع بکنه، دیگه ما 0 رو انتها نداریم یا منفی 0 نداریم. منفی 1 میشه اولین پارامترم، در صورتی که اگه از ابتدا میخواد شروع بکنه، اگر 1 رو میذاشتیم میشد در واقع پارامتر دومه. خب من میتونم بیام از در واقع یکی از این پارامترام تا مثلا یه تعدادی پارامتر، یا تا آخر یا تا اول، بیام اینها رو چاپ بکنم. من مثلا میام
مثلا میگم از 40 به بعد میشه 0 1 2 از 2 تا مثلا 3 4 بیام دوتاش رو چاپ بکنم. ببینید در واقع میاد 2 و 3 رو برای من چاپ میکنه. این در واقع تا 4 من خود 4 رو نمیبرم چاپ کنم. خواست 4 هم چاپ بکنه حتما باید بهش میگفتم مثلا تا 5 یا تا انتها بیبرم چاپ بکنم. اگه من عدد دوم رو نذارم مفهومش اینه که تا انتها میره برام چاپ میکنه. همینطور برعکسش هم وجود. اگه مثلا من بیام -2 فقط فرقش اینه که -2 رو باید شما انتها بذاری، اولش باید خالی باشه. -2 بذارم میاد از -2 شروع میکنه و تا ابتدا رو برای من چاپ میکنه. ما میتونیم به در واقع هر کدوم از این پارامترهامون رو بیایم تغییر بدیم، بیایم اصلاحشون بکنیم. مثلا من میام مینویسم لیست 1 ایندکس مثلا 2 رو بیا مساوی بذار با مثلا یه بنانا رو مثلا بزرگش کن. درست نمیشه، نه فکر کنم درست میشه. و وقتی که بیام حالا اینجا من این رو پرینتش بکنم ببینید که بنانا رو اومد برای من بزرگ نمیشه. در واقع من اومدم 0 1 2 این رو من چری رو تغییر دادم به بنانای بزرگ. یا من مثلا میتونم بیام یک پارامتر به لیستم اضافه بکنم. میتونم بیام این باشه که داشته باشیم اینا رو. یا مثلا میتونم بیام مثلا لیست 1 رو یا بریم سراغ لیست 2 مثلا دات اپند اگه بکنیم مثلا میخوایم سلام دنیا رو بهش اضافه بکنیم، یه سلام دنیای دیگه بهش اضافه بکنیم. من دارم لیست 1 نشون لیست 2 باشه. ببین الان سلام دنیا 2 تا شد، یه دونه اضافه کرد. من میتونم بیام حتی ریموو هم بکنم. میام حالا میخوام بیام یک در واقع یک پارامتر از لیست 1 هم پاک بکنم. میام مثلا لیست 1 دات ریموو. ببین اینجا من به محض اینکه دات رو میزنم برای من لیست کارهایی که میتونم انجام بدم رو برای من میاره. من میزنم ریموو مثلا از لیست 1 هم مثلا بیا بنانا رو پاک کنم که لیست 1 رو من پرینتش بکنم. یعنی در واقع اومد اون رو برای من حذفش کرد. من میتونم بیام در واقع 2 تا لیست رو با هم دیگه حتی اصطلاحاً میگن جوین بکنم، اینا رو با هم دیگه بنویسم. چون میتونم ببینم متغیر لیست 3 بنویسم، لیست 1 رو بعد لیست 2 رو بریزم توش و در نهایت هم بیام لیست 3 رو چاپش ببین اومد اینا رو پشت سر هم دیگه برای من چاپ کرد. حالا وارد حلقات که بشیم میتونیم بگیم که یه دونه پارامتر از لیست 1 بگی، یه پارامتر از لیست 2 بگی و اینا رو پشت سر هم بذارش. یا مثلا میتونم بیام بگم که مثلا یکی از این لیستام رو مثلا لیست 1 هم رو برام من بیاد سورتش بکنه. من مثلا لیست 1 دات سورت پرانتز بسته و اینجا هم بیام مثلا لیست 1 رو بهش بدم که برام پرینت میاد به ترتیب حروف الفبا. حالا این الان حروف الفبا هستش. مثلا جای این رو عوضش کنیم. اینجا هم دوباره مثلا من اپل بذارم. خب این دو تا اپل رو اومد اول برای من نوشت و بعد اومد بقیه مواردم برام سورت کرد. خب فکر میکنم تا اینجا مباحثی که مربوط به سورت میشه خوب باشه. این جلسه بعد میخوایم بیایم از مواردی که تا الان گفتیم بیایم توی شرط ها و حلقه ها ازشون استفاده بکنیم و حالا کلی مبحث داریم که هنوز واردشون نشدیم و امیدوارم که بتونیم
خیلی سریع اونها رو هم پیش ببریم. مرسی از وقتی که میذارید. موفق باشید. خدا نگهدار.